و عشق، تنها عشق، مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد، مرا رساند به امکان یک پرنده شدن. و عشق، تنها عشق، مرا رساند به امکان یک پرنده شدن. خانم دکتر، اگه خونمون به هم نخوره قانون میتونه جلوی ازدواج ما رو بگیره؟ این سوال عاشقاست. اگه جواب آزمایش منفی هم باشه بازم میتونیم با هم ازدواج کنیم. من مصممم. من آمدم تا سر بر دامان چنینت بگذارم که هرچه خوب از پندار را به کامم نشاند، تا هرچه نیکوتر از گفتار به زبان آیدم. سرانجام که به پاس آن همه وفاداری جان فدایت گردانم، بدین آخرین کردار بدرود. و من که تا آمدنت چشم به راه افق سزاوارانه ماندم و سلامتت را سرودی که هر آینه با خورشید خواندم، تا این غروب که وصل را تا ابد در کنارت خواهم یافت. و بدین سان بود که چند صد سال پیش از میلاد مسیح منجی رسم را چنان شد بر پارسیان تا مردان زنان را به پاس 3 وجه از وجوه برجستهشان سپاسگزار باشند و بدین موجب پاداشی را به پادفره وفای به پیمان، عشق و ایمان و مادرانگی و آن همه نیکویی به زنان خیش بخشند در بهمن ماه هر سال که می نامیدندش اسفندار مز، ماه سپاس از زنان. بیا اینم جعبت سریع و سالم، قربونت برم. دستت هم درد نکنه. دست شما درد نکنه. اجراتون هم خیلی خوب بود، خسته نباشید. خداحافظ.
ببخشید من چند دقیقه پیش از شما یه کیف خریدم و حالا پاکتش جابجا شده. کسی نیومد چیزی تحویل بده؟ نه والا من اصلا وقت نمی‌کنم. این کارت هم نمیدونی مال کیه؟ نمیدونم. الو. سلام، بفرمایید. سلام. من باید با شما صحبت کنم، پس به حرفای من گوش بدید. خواهش میکنم ولی الان من مشغول کار هستم. آقای محترم، لطفاً اجازه بدید حرفمو بزنم. اینقدرم به من یادآوری نکنید که بعد موقع مزاحمتون شدم. من معذرت میخوام. بفرمایید. بگم؟ بفرمایید. الو. خانم بگید دیگه. شما مثل آدمایی میمونی که زنگ میزنن برنامه زنده تلویزیونی میخوان نظر بدن ولی حرفشون نمیزنن. خواهش میکنم امرتون رو بفرمایید. شما کجایید آقا؟ نه مثل اینکه شما دوست داری منو سوال جواب کنی. من امروز خیلی گرفتارم. لطف کنید دیگه تماس نگیرید. آقا من بودم داشتم صحبت میکردم. شما همیشه اینقدر دیر جواب میدید؟ قطعا اگه من میدونستم شما اون ور خطین که نه من الان اینو قصد میکنم شما یه دفعه دیگه من زنگ بزنید قول میدم رو زنگ اول تلفنتون جواب بدم. امرتون چی بود که زنگ زدین؟ من یه چیز با ارزش تو کیفم داشتم ولی کیفم با کیف یکی دیگه که نمیدونم کیه جابجا شده. خب از این کیفا که دست خیلی‌ها بود امروز. ولی فکر نکنم که همشون کارت شما باشه. هست؟ بله این کارت منه. من امروز به خیلی‌ها این کارت دادم. غریبه آشنا. چیزی با ارزشی به کیفتون بود؟ خیلی. در صورت ممنون. ببخشید خانم اگه بیادبی نیست من شماره‌تون رو سیو کنم. من همه تلاشم میکنم براتون پیداش کنم. نگران نباشید مطمئن باشین پیداش میکنم. برای اینکه من الان میرم خونه تمام راههای پیدا کردنشو بررسی میکنم. بعدم فردا بهتون زنگ میزنم نتیجه‌اش رو اعلام میکنم. خوبه؟ بفرمایید. اما این اون جعبه نیست. اون خیلی قدیمی بود. اصل بود. صبر کنید. این جعبه رو پدر بزرگ من سالها پیش به عنوان هدیه روز عشق به همسرش میده. حتی اگه این جعبه که شما زحمتشو کشیدید تهیه‌اش کردید شبیه هم به اون جعبه بود باز با اصلش فرق میکنه. چون اون از یه آدم عاشق به یه معشوق هدیه شده بوده. اونم بیشتر از 100 سال پیش. خب اونو که من پیدا نکردم. اینم که نمیتونم ببرم خونه. من میگم که اینو به عنوان هدیه از من قبول کن. خب هدیه قضیهش فرق میکنه. این شما پزشکین؟ دندون پزشکم. آها. آخ چی شد؟ دندونم درد گرفت. دلبری کردم. توی این لحظه خالی توی این اتاق خلوت انگاری کسی رسیده توی نور و توی ظلمت کسی که خاطره هامون با خودش اینجا آورده انگاری 22 ساله پنجره بارون نخورده. خانم حاتمی بیمار بعدی لطفا. شما جلسه دیگه حتما عکسای اوهیجیتون رو بکنتون بیارم. دندونم سلامتتون خانم. سلامت. خدا بسامت. خدا نگهدار. بیمار بعدی. دندوناتون همش سالمه. میدونم. برای عقلم اومدم. دندون عقلم. میخوام بکشمش. ببخشیدا. چند بار تا حالا اومدید رفتید اینجا اونجا. حالا اومدید برای دندوناتون که همش هم سالمن. خب اینا ببخشیدا کاملا مشخصه که همش بهونه است. بهونه برای ادامه ارتباط. اما متاسفم
من آدمی نیستم که با کسی دوست بشم. در مورد شما اشتباه فکر میکردم. در ضمن از این بازیام اصلا خوشم نمیاد. بازی نیست. چی بازی نیست؟ علاقه. رابطه ها باید روشن و رسمی باشه. رابطه ما، البته اگه رابطه وجود داشته باشه، حالا بر اساس علاقه. کاملا معلومه که به من علاقه من شدی. چیه؟ میترسی بهم پیشنهاد ازدواج بدی بگم نه، با اون وقت غم عالم بریزه رو سرت، بدبخشی بیفتی زیر دست. چه ترسناک. چقدر حالی خانم دکتر. منظورم اینه که خب حالا مثلا اگه بهتون پیشنهاد بدم چی؟ میدونی از این مثلا خوشم نیومد. دندوناتم همش سالمه، عقلتم لازمت میشه بعدن. مثلا بفرمایید آقای محترم، بفرمایید. خانم حاتمی بیمار بعدی لطفا. با من ازدواج میکنی؟ نشنیدم. شنیدی؟ سلام، ببخشید من بعد موقع مزاحمتون شدم. من دنبال یه جعبه میگردم. من همون عکاسیم که کارتم رو بهتون داده بودم. شماره منو از روی کارتم دارین؟ آره من میگم من دنبال جعبه میگردم، تو میگی چند سالته؟ 20 سالم، مثلا من 20 سال. یه جعبه. الو، مزاحم کدومه؟ شما اصلا منو میشناسین؟ من قبلا به شما زنگ زده بودم. آخ ببخشید. همه میدانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم. همه میدانند باغ را دیدیم، سیب را چیدیم. همه میدانند باغ را دیدیم، سیب را چیدیم. همه میدانند. من که دندونام سالمه خانم دکتر. صدات کردم بیا چون میخوام عقلتو بکشم. دندون عقلت. کار عاشق که فکر کردن نیست. بشین سر جات، زیاد حرف نزن، از نورت هم خارج نشو. بشین سر جات دیگه. حالا تو حرف نزن، چون وقتی میگم نوبت منه بی خودی نمیگم. بذار تو یک کلام بهت بگم. پروانه من به تو نمیرسم. من جلو تو این بچه‌ها میمونم، همونطور که ممکنه جلو هر مشکلی مثل بچه‌ها باشن. چیزی نمیگذره که عاشقای واقعی همه اندازه هم میشن. قدر اندازه هم میشن که اصلا یکی میشن. اما تو قرص و محکمی. نه به خاطر اینکه مسئولیت نداشتی یا قرار نداشته باشی. محکمی چون اصلی. واسه چی اینقدر خودتو دست کم گرفتی؟ اینقدر هستن آدمایی که الکی ادعای محکم بودن میکنن عین چی؟ من دوچار 1000 تا ترس مبهمم. اینجا رو ببین. بالاخره یه چیزی هست که اینقدر نگرانت کرده. مسئولیت زندگی؟ پروانه من از با تو بودن میترسم. نکنه فکر میکنی من برات زیاد باشم. من جلوی تو پروانه اصل مثل گل پلاستیکی میمونم که یه پروانه اصل اومده نشسته روش و بالاخره خسته میشه از این همه قلابی بودن، بعد میپره و میره. ولت نمیکنم چون مهربون. من که گفتم دندونا سالمه، گیر میگیری. اگه عاشقی که منم میدونم عاشقی، غیرت کن، جرأت کن، تحمل کن. بینو واکن میخوام برم. پاش برو. میرم. برو. فرهاد رفتارات عجیبه. ببین من طرفدار سادگی ام، از پیچیدگی هم خوشم نمیاد. چرا اینقدر که قضیه ساده رو پیچیدش میکنی؟ حرفتو ساده کن. بخندم. من دست کار خودم داره گریه هم میگیره. بابا به بخت من بخند که گیری یه آدم قاطی افتادم و اینجوری دو دستی چسبیدمش. صداتو بیار پایین واسه من نادبازی در میاری.
شما تلفن من روی کارتم دارین؟ شما احیانا کیفتون جابجا نشده؟ من کارتمو کجا بهتون دادم؟ یه جعبه اندازه یه کتاب. نیاورون. نه خانم، به خدا من متأهلم. من فقط دنبال یه جعبه میگردم. نه خانم، تو رو خدا، به خدا من قصد مزاحمت ندارم. کارتم من کجا به شما داده بودم؟ باز میگه قرار بذاریم. خانم شما کیفتون جابجا نشده. بد دهن. الو. خانم دکتر، اگه خونمون به هم نخوره قانون میتونه جلوی ازدواج ما رو بگیره؟ این سوال عاشقاست. قانون کاری با عاشقا نداره. اختیار با خودتونه. اگه جواب منفی هم باشه شما میتونی با هم ازدواج کنید. اگه خونمون به هم نخوره برای دو دلیات یه بهونه خوب گیر میاره که منم معنیشو میفهمم. اون موقع دیگه حرفای مبهم نمیزنی. اگه نتونم از پس این همه عشق بر بیام، اگه نتونم خوشبختت کنم، اگه عشقمون همیشه همینجوری نمونه، اگه فلان، اگه بسا، اون وقت رک و پوسکنده میگی خونمون به هم نمیخوره، نمیتونیم با هم ازدواج کنیم. نه آقا تا اینجای راه رسیدن هنوز دنبال بهونه میگردن دبه کنن. حیف آقا، دختر به این گلی. نه خانم دکتر، الکی میگه، داره دلبری میکنه. من مصممم. فردا معلوم میشه به هم میرسیم یا نه. جواب آزمایش کن، اگه منفی هم باشه باز ما هستیم. منم اینجور شجاعت ها رو هستم. فردا ساعت 7 بریم جلوی در آزمایشگاه. گیر نیا. من نمیدونم چطور شد، من چجوری دل سپردم. من فقط دیدم که چشماش پر بارونه و خواهش عاشقونه منو برده تا ته حس نوازه. این کجا بود؟ سلام، من اسمم فرهاده. دنبال یه جعبه چوبی. عالیه. بله خودشه. پسرمه، 23 ساله که شهید شده. من خیلی میام پیشش، اما در سال 3 روز به خصوص حتما باید اینجا باشم. اول تولدش، دوم شهادتش، سوم روز عشق و امروز روز عشق. اون عاشق ایران بود و من عاشق فرزندم. هم به خاطر عشق اون به وطن، هم به خاطر عشق خودم به رافیق اینجا اومدم. نتونستم ازش دل بکنم. هیچ جابجایی بدون حکمت نیست. میدونستم یه قلب عاشق پشت این جعبه است. منتظر تلفنتون بودم. حالا خیالم راحت شد. اصل الو پروانه. آخ گلم افتاد. فرهاد کجایی پس؟ ساعت 7:50. دورم دارم میام. من وقت به من میگفتی دیر نکنی. اگه بدونی امروز که روز عشق چی میخوام بهت بدم دیگه این حرفا نمیزنی. خب حالا مثلا چی؟ مثلا جعبه گم شده سرکار خانومو که بالاخره پیداش کردم. برو بابا دروغ نگو، من که باورم نمیشه. دروغم کجا بوده اینا؟ اصله باور کن. چجوری میشه؟ ببین فرهاد اگه راست گفته باشی باید ببینمش. چند دقیقه دیگه میبینیش. فرمانه تو خودت برو جواب آزمایشو بگی، من نمیرسم. خیلی خوب باشه، زود بیا.
فرهاد کجایی پس؟ چی شد؟ جواب آزمایشو گرفتی خوشگله؟ آره فرهاد ناراحت نشی چون اصلا خوشحال کننده نیست. چطور مگه؟ به خاطر اینکه جواب آزمایشمون خنثاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه دلبری کردم مثبته. یعنی ما میتونیم کلک اسبی گرفتی؟ فکر کنم رامی. نه مال حامده. پس اینو داشته باش. وای چه بانمکه. جای تو باشم اینو به هیچکی نمیدم. پکروشو چیکار کنم؟ مال کامرانو بده. دیگه دادم به پیمان. پس این چیه؟ من مجبورم بدم به اون پسر عینکیه. اسمش چی بود؟ بگو. الشاد. وای اصلا حواسم به الشاد نبود. اینم آجی تو بانک بودم آجی آنتن نمیداد. کجا؟ سلام گلی خانم. دردت خوابید؟ دوباره که پیدایت شد؟ مگه همین پریروزا نبود که بیادرش کتکت زدن؟ میخوای بکشنت؟ نه. پس رایت بکش و برو. گفته اگه یک دفعه دیگه اینجا پیدا شه خبرشون بکنم. زنگ بزنم بیاین؟ نه. پس چی؟ فقط یه دقیقه گلی خانم. عجب پررویی هستی تو دیگه. براش کادو آوردم بهش میدم و میرم. اگه آمدن دیدنتان من خبر ندارم ها. دزدکی آمدی من ندیدمت. سلام معصومه خانوم. سلام محمود آقا. گل براتون گرفتم. دستتون درد نکنه. دارین گل میبافین؟ خیلی قشنگه، عین خودتون. سر کار نرفتی؟ چرا؟
رفتم مرخصی ساعتی گرفتم. نمیدونم امروز چه روزیه. همه به هم کادو میدادن، میگن روز عشقه. منم اینو براتون گرفتم. من که نمیتونم ببرم خونه. چرا نمیتونین؟ دفعه پیش که اینو برام آوردی داداشم هنوز ندیدن. شبا که میرم خونه درش میارم. حالا اینو چیکار کنم؟ مگه ما شیرینی خورده هم نیستیم؟ مگه ما نامحرمیم؟ میدونم، ولی اونا که این حرفا حالشون نیست. عصبانی میشن. من ازشون میترسم. میزننت؟ نه، تو رو میزنن. خب بزنن، اینقدر بزنن که خسته شن. دستات خسته است؟ نه. عروسی که بکنیم دیگه نمیذارم قالی ببافی. دستات خسته میشن. یه خونه میگیرم برای خودمون، یه اتاق میگیریم 2 نفری واسه خودمون، فقط من و خودت. حالا چی هست؟ وقتی رفتم بازش کن. من دیگه میرم، غروب میام دنبالت. نه یا داداشم میام. خب بیان، منم میام. میخوام حرف آخرمو بهشون بزنم. آشپزیتون تمام شد؟ من رفتم. خداحافظ. یادت نره درم ببند. باریکلا. یه دیگه چیسته؟ نمیدونم. به به، چه خوش سلیقه هم هست. باید قیمت باشه. برای چی آورده؟ گفت امروز روز عشقه، همه به هم کادو میدن. اینو واسه من کادو آورده. میخوای چی کارش بکنی؟ بیادرت بفهم پستت هم میکنه. میذارمش همینجا رو تاقچه. نه خیر، آجی بفهمه محمود دوباره آمده اینجا، هم تو رو بیرون میکنه هم مره. از این کارا خوشش نمیاد. مومن است دیگه، میفهمی که. چی کارش کنم پس؟ بجای مساعده‌ای که گرفتی میتونم برش دارم. نه بده گلی. میخوای او بدبخت بازم یک دفعه دیگه کتک بخوره؟ نه. کارتو بکو. عقب استی. آجی به بفهمه عقب استی، جد دابت میاره پیش چشمت. سلام آجی آقا. سرت باشه، درست نکن. بچهش خیر باشه. صبح زود اینجا؟ دلم تنگ شد آمدم ببینمت. ابریشمه چی شد؟ بگه در جای آخرش است. تمام میشه. خدمت شما. ناقابل است. بکش کنار. این پسره میاد میبینه اختیار زبونش که نداره. متلک میگه. بگیرین. این چیه؟ شما که خبر ندارین از بیرون. شیرخور و نانخور، پیر و جوان، یک کادو در دستشان است. میگن روز عشق است، ولنتاین. بردا برو، از این قفی بازی هیچ خوشم نمیاد. چی شده حاجی؟ دیگه حوصله نداری؟ چیزی نیست. تو اومده بود اینجا همین چیزا رو بگی؟ نه حاجی، دلم تنگ شده. بی خود، دل تنگی ملتنگی خلاص. این چیزا دیگه به سن و سال ما گذشته. ورش تو رد کارت. میرم حاجی. آله بذارم که چی؟ دل بدیم و قلبه بگیریم.
اون کارگاه هم که صاحب نداره، همینجوری ولش کردی اومدی اینجا به امون خدا. چیه حاجی؟ مجزده شدی؟ دیگه داری حرف مف میزنی ها. برو تا چاک دهنم باز نشده. اونم مهلتش تا امروز ظهر بود. حالا کو تا ظهر حواسم بود، آوردم که تمدیدش کنه. چرا جرش دادین؟ تموم شد دختر. دختر؟ چی میخوای از جون من؟ تو حرف حساب چیه؟ دلم تنگ شده. میفهمی دل یعنی چی حاجی؟ بله میفهمم. این دفعه اگه چیزی خاصی بگو تا این بچه ها برات بیارن. خودت نمیخوام بیا اینجا. دست درد نکنه. خبریه حاجی؟ نه به اون وقتا که اضافه کاری نگه میداشی، نه به حالا که اصلا اضافه کاری دیگه تموم شد. پس بگو یکی بهتر از من پیدا شده. کی است حاجی؟ فراریه؟ شور مرده است؟ از کجا پیداش کردی؟ سر چهارراه؟ چند وقت میخوای کتش باشی؟ 6 ماه؟ 1 سال؟ تا چند وقت دیگه سیغ نامش دست تو جر میخوره و برش میگی هری تمام شد؟ موهاش مثل من؟ یا شاید هم حواس چشمای سبز و موهای بور کردی؟ خفه شو! برو از اینجا بیرون. یه بار بیرون. من اینجا آبرو دارم. من آبرو دارم، وطن دارم. به خاطر آبرویم بود که از وطنم به کشور شما آمدم. به خاطر آبرویم است که شب تا صبح کار میکنم. وگرنه با همون چشم ابرو گیس بلندی که خودت همیشه تعریف میکردی 100 تا کار نانآبدار بهتر میتونستم بکنم. اگه برگنوش نکردم فقط دلم خواست. وگرنه حاجی دنیا رو میدادی نگاهت نمیکردم. نمیخواد دیگه موعظه کنی. اگه کتت نکن. بیا از اینجا برو. دیگه هم نمیخواد بری کارگاه. بیا از اینجا اخراجی. نه حاجی تو رو به خدا نه. برو همون کار نون آبداری که میگی پیدا کن. غلط کردم حاجی. تو رو به خدا خواهش میکنم نه حاجی. تو رو جان عزیزت من رو بیرون نکن حاجی. برو اسم چونه من چی میخوای آخه دختر؟ غلط کردم حاجی. ببخشین غلط کردم. میرم سر کارم کار میکنم دیگه هیچی نمیخوایم. برو بیرون. مگه نمیخوای بیکار نشی؟ خب برو دیگه. گلی حلالم کن دختر. من خیلی گرفتارم. بهت میگم بگیر. راستی حاجی اینی که برای حاج خانم گرفته بودین یادتون رفته بود، من آوردم. خیلی خوشگله. دمتون گرم حاجی، دمتون گرم. عشقم عشقای قدیم، مردم مردای قدیم. لیلی و مجنونی بود، فرهاد شیرینی بود، ولی الان چی؟ راستی حاجی الان یه 500 600 سال میشه عاشق سرشناس نداشتیم ها. شاید هم 700 سال، شاید هم 800 سال، نه؟ آخریش لیلی و مجنون بودن دیگه. مگر اینکه حاجی شما قدیمی‌ها بیاین کنتور رو صفر کنید، تو تاریخ عاشقی یه حرکت مارپیچ اینجوری برید. لنگه شما تو این دور زمانه پیدا نمیشه حاجی. مردای الان حاجی تا تقی به توقی میخوره شلوارشون 2 تا میشه. والله حاجی به خدا اگه موقعیت شما رو داشتن بزن کنار. شده حاجی؟ خدا بد نده حاج خانم طوری شده؟ سرطان مثل خوره افتاده تو جونش. فقط 1-2 ماه دیگه زنده است. خاک بستم.
یه نصیحت بهت میکنم همیشه یادت باشه، به هر کی میخوای دروغ بگی بگو، سر هر کی میخوای کلا بذاری بذار، به هر کی میخوای نارو بزنی بزن، الا یه نفر، اونی که دوستش داری و شریک زندگیته، وگرنه بدجوری پاشو میخوری. اینم گلی برا من خریده بود برا روز ولنتاین مال تو، نمیتونم ببرم خونه. فاطمه میفهمه اهل این چیزا نیستم، ناراحت میشه و زودتر میمیره، دستبال ما هم برا گناه بازتر میشه. حاجی اینو بدم ننم؟ بده به اون کسی که تا حالا بهش دروغ نگفتی. If you want a partner to take الو سلام. نمیخوای جواب بدی؟ میدونم حقم داری. دفعه آخری که زنگ زدم قول دادم دیگه هیچ وقت زنگ نزنم، اما دست خودم نیست، اخلاقم اینجوریه دیگه، نمیتونم فراموشت کنم. ارغوان هر جا میرم با هر کی حرف میزنم فقط تو رو میبینم. الو صدا میشنوی؟ لااقل بگو هنوز ایرانی یا نه؟ تو قسم خورده بودی، یادت نیست؟ چه عجب، خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. خب یکم حرف بزن. ما تمام حرفامون رو زدیم، بین ما همه چی تموم شده، من و تو به درد هم نمیخوریم. خداحافظ. صبر کن ارغوان، یه دقیقه صبر کن، یه کاری دارم. ارغوان امروز میخوام حتما ببینم. یه هدیه گرفتم که میخوام تقدیم کنم به اولین و آخرین عشقم. سر قرار همیشگی. نه. واسه آخرین بار. نه. ارغوان من میرم اونجا، انقدر منتظرت میمونم تا بیای. بعدش دار ارغوان، حالا توه. خوشحالی که منو میبینی؟ آره میدونستم طاقت نمیاری من نبینی. چه بزرگ شده. نگاه کن کجا وایسادی؟ مات شدی. عین این شاها که همیشه میبازن. پیش خودم گفتم امروز باید برای یکی هدیه میگرفتم. یادم افتاد باید برای تو میگرفتم. روز عشق. یادته؟ من نمیتونم قبولش کنم. برش تو رو بده به یکی دیگه. نگران نباش، برای تک تکشون گرفتم. دیوونه، من که غیر از تو کسی رو ندارم. ارغوان دلم برات یه ذره شده بود. نگاه کن، هنوز کادوی تولدی که برام گرفتی دستمه. ببین، اگه امروز اینجام فقط به خاطر اینکه یه چیز رو بهت بگم. من تا یه هفته دیگه دارم برای همیشه از ایران میرم. تو هم بهتر همه خاطراتمون رو هر چی که هست رو فراموش کنی. باشه، فراموش میکنم. ببین ارغوان خانم، من نکشوندمت اینجا که جلو رفتن تو بگیرم. من فقط میخواستم یه یادگاری از روزای قشنگی دوستیمون داشته باشی. بگیرش. خداحافظ. خداحافظ. ارغوان، ارغوان، میدونم دیگه مثل روز اول دوستم نداری، ولی برام مهم نیست. فقط میخوام یه چیزی بهت بگم بیشتر با من آشنا شی. یه واقعیت رو بهت بگم که حالت هم به هم بخوره، روم بالا بیاری. ارغوان من همه چی رو بهت دروغ گفتم، همه چی. ماشین بنز، آدرس اون خونه ویلایی تو شرک غرب، اجره تو بازار، همش مال حاجیه. ولی حاجی بابام نیست. بابام یه کارگر ساده بود که وقتی من بچه بودم مرد. ولی من رو پای خودم وایسادم.
رفتم بردست حاجی شدم. الانم هیچی ندارم، خالی. از بدشانسی هم تو به پستم خوردی. یه بچه مایه دار، یه بچه پول دار. تو حق داری. فاصله بین من و تو مثل شاه و یه سرباز کوچولوه. تموم شد. برو دنبال آدم. کی میگه واقعیت تلخه؟ واقعیت خیلی هم شیرینه. واقعیت خیلی هم شیرینه ارغوان. داریوش من همه چی رو بهت دروغ گفتم. من یه بچه فقیر جنوب شهریم. اون خونه هم خونه ما نیست. من اونجا فقط کار میکنم. ما رو گرفتی ارغوان؟ داریوش من ترسیدم اگه راستشو بگم تو منو بذاری بری. داریوش من تو رو خیلی دوست دارم. تازه اسمم هم بهت دروغ گفتم. حالا باید چی صدات کنم؟ زری. زری؟ اگه راست گفته باشی زری. اگه راست گفته باشی زری. الان کجایی؟ من نمیبینمت. کجاییم؟ آقا ما کجاییم؟ نیاورون. همونجا باید سلام میام. آقا نگه دار. ای در بستی نبود. نگه دار آقا. بفرمی. این چیه؟ شمارش رونده. گفتم پیشت باشه یه موقعی اگه کاری داشتی ما در خدمت. مرد که طالب ریختت نگاه کردی؟ حمال دوزاری. نگه دار. نگه دار آقا. میزن تو سرت ها. نگه دار. خیلی خب بابا. دعوا داری چرا؟ بچه پر. بپر پایین. ای بابا خیلی دلت بخواه. بپر پایین آبجی. داد بیداد بکنی. آی سرت کنم. حمال الدنگ. خودش به شماره بهت میدیم شماره رو خب بگیرم ما. ای بابا بجرد میگه مرد گلدن. الهی بگم خدا چی کارت کنه، به درد عاشقی دوچارت کنه. پیش دوست دشمن منو رسوا کردی، خدا تو رو پیش همه خارت کنه. نمیدونی تو از آن روزی که رفتی چه ستم ها کشیدم از فراغت. ندارم من آخه تو نشونی، وگرنه من می اومدم سراغت. الهی بگم خدا چی کارت کنه. سینه سوخته یا پیر من؟ پیر من جد آباده چه؟ معلومه تازه زن گرفتی، اینو برای خانومت گرفتی یا؟ خانومم؟ آره بابا ما هم بلدیم. آخه امرو عباس مسافرات تو این ماشین نشستن، هی صحبت هم ولنتاین فرقونی چنده؟ اسفندگان هستشه که مال ما بود بردن.
رحم نکردن تخت جمشیدونو بردن، مولویمونو بردن، بنزینمونو بردن، نفتمونو بردن، گازوئیلمونو بردن، دار و ندارمونو بردن، حتی عشقمونم بردن. معلومه تاریخ و فولی ها. فولم به هم لولم. ماشاءالله صدات هم جوونه ها. فقط صدام زکی. من تو 86 سالگی اینجوری سر پام پسر. ایوالله. راز جوونی توی عشقه. آدم عاشق هیچ وقت بیرون نمیشه. دست درد نکنه منو همینجا پرت کن پایین. بیا جوون. آجی شارژم کردی. بذار بمونه. داشته باش. عیالواری خرج داری. خدا بده برکت. چه 1 سال چه 200 سال همیشه عاشق باش جوون. عشق اول و آخر همه چیزه. برو عاشقی کن که امروز روز عشقه. عشقه. دیروز و فردا رو بی خیال. برو به سلامت. یا علی عشقه. بهم گفتن چند تا تصادفی هم بردن بیمارستان فیروزگر. چند دقیقه دیگه اونجا. همیشه عاشق. آقا ببخشید ماشین شما بیمارستان فیروزگر می‌خواستم برم. والا خانم روز عشق ما داریم میریم دنبال عشق. آقا تصادفی دارم خواهش می‌کنم. تصادفی عشقه بپر بالا. انشالله که چیزیشون نشه. میگن تصادفی‌ها رو میبرن بیمارستان فیروزگر. همین جوریه؟ نه خانم. معمولا میبرن همون نزدیکترین بیمارستان دور و بر. ببخشید خانم برادرتونه؟ همسرم. ای داده بیداد. انشالله خدا به خیر بگذاره. اینم بیمارستان فیروزیه. بفرمایید. باشه خواهرم. همین که تا اینجا رسوندینم ممنون. این تر جدیدمونه، ساخت ایتالیاست، 2 سالم گارانتی داره. مدل‌های دیگه چه خانم؟ بله بالاست، تشریف بیارین نشونتون بدم. بفرمایید. اینم یکی از مدلامونه که البته من پیشنهادش نمی‌کنم. بفرمایید اینو ببینید. این مدل جدید 2008 خیلی خوبه. یه سری ستای فرانسوی هم اونجا ما داریم. تشریف بریم ببینید. من فکر کنم شما میپسندید. موجی شما برین تا من ببینم این آقا چی میگن. واسه چی اومدی اینجا؟ ما تو هم میگم واسه چی اومدی اینجا؟ اولا سلام. معلومه اومدم تو رو ببینم. ببخشید ما نامحرمیم، جدا شدیم، طلاق گرفتیم. تریلی 18 شب با بارش برمیگرده. چه برسه به یه برگه طلاق. یه روز میشه بری بیرون؟ دنبال یه بهونه میگشتم بیام دوباره ببینم. دلم برات تنگ شده بود عزیز دلم. قربونت برم. این خدمتش. زشته. اینو میدونم من تو جدا شدی. خب اولش الان میفهمم میخوایم با هم آشتی کنیم. هیچ وقت نمیفهمی مثل که. اینو نگو دیگه یاد معلم حسابم میافتم. همیشه میگفت بروز تو هیچ وقت نمیفهمی. آها بخند. میخوای خلقتت بدم بیا. میدم بندازنت بیرون. منو؟ کی؟ این کچله؟ موجی دستت درد نکنه. نه دربست عوض شدی. اصلا عوضی شدی موجی. منم بهروز. موجی همون بهروزی که تو اگه نیم ساعت یه دربستی اضافه میرفتم و دیر میومدم دلت 1000 را میرفت. همون بهروزی که اگه سرم درد میگیره مثلا میمردی و زنده میشدی. من همون بهروزم. موجی چت شده دختر؟ بهروز برو، خواهش میکنم برو. برم؟ حالا که اینطور شد من هیچ جا نمیرم. من بدون تو هیچ جا نمیرم. کجا برم؟ بله. تلفن. هر خودتی. کچل کفتر باز. چی نمیدونم. برگرد سر خون زندگی. من دیگه بچه نمی. به آبجیامون ننمم گفتم حق ندارن از گل کمتر به تو چیزی بگیم. خودم هم نامردم اگه تو این زندگی بذارم آب تو دلت تکون بخوره. من دوستت دارم. شاید من برای تو همون بهروز نباشم ولی تو هنوز برای من همون مژگان.
امروز روز عشق، منم عاشقه. بیروز برو دنبال زندگیت. به خود داری وقتتو تلف میکنی. چه کاری واجب تر از آشتی کردن با تو؟ مسافر کشی فرغونی جان. من که لنگ نون شبم نیستم. شبا تو پمپ بنزین لیتری 400 کاسبم. بستمه، خدا بده برکت. میدونی یه لحظه بیا اینجا یه کارت دارم. میدونی چیه؟ از وقتی ازت دور شدم تازه میفهمم چقدر دوستت دارم و خاطرتو بود. تو این دنیا اول و آخر همه چی عشقه. باقی چیزا همه فراموش میشن و از یاد میرن. ولی یه چیزه که همیشه باهاته. اونم عشقه. عشق. خانم مژگان خانم یه لحظه مشتری اینجا کارتون داره. بیروز همه چی بین من و تو تموم شده. دیر اومدی. خیلی دیر. دارم ازدواج میکنم. نشنیدم. شنیدی؟ دارم ازدواج میکنم. با همین که صدام میکنه دارم زنش میشه. آخرین روزای با هم بودنه، دیگه کم کم وقت رفتن رسیده. فرصت دیگه تو سر رسیده. خوش اومدم شنگم دکان چاگلم نی هیتلر رحمان چی داری بگو یک و دو و سه و چهار این چیه؟ این فروشی دیگه زهر ندم میرم بابا مالا خودشه نمیخواد بفروشه بده من بینم بده من بینم دو بعدم بده من خودم خط بخوام بده بینم بابا خیلی خوشگله جبه جواهراته مثل جبه جواهراتی مونه که تو هیچ وقت بی من نخرید میخرم گوهر جون میخرم وقتی خاطر شدم بابای خدا بیاموزت فهمید که شاگردش عاشق دخترش شده گفتش که
برای رسیدن به گوهر باید 100 تا سنگ قبر مرده بتراشی. منم هر روز صبح دست به دعا می شدم که ای کاش یکی بیشتر بمیری که هر چه زودتر بهت برسم گوهر جون. الانشم برای اینکه ثابت بکنم هنوزم خاطرم حاضرم 100 تا سنگ قبر دیگه بتراشم. عشق خاطرخواهی که با مردن مردم به هم برسه عاقبتش بهتر از این نمیشه. بگیر رحمان. چپ و چوز داره دروغ میگه. خیلی خوب برو دو خالی کن بیا پولتو بگیر. با انرژی 3 بعدی سایت کار یعنی دخترها با پسرها سوارش میشن میرن دربند. برو 5 خالی کن بیا پولتو بگیر. ولنتاین 92 بود یا 93 داشتم تو پاریس یعنی پاریس قدم میزدم شانزلیزه یو چشمم بهش افتاد. آقا نتونستم برم. حتی قیمت پرسیدم گفتم چنده؟ بالا گفت. گفتم نمیشه. آقا ایرونی بود در آوردم. زدم سر مال. خلاصه مفت خریدم. مثلا نیر خریدم. یعنی مفت که نه یه 30-40 فرانکی پول دادم. آره. حالا هر کی قیمت بذاره ما میدیم. میدی مکزیکه. همش چینیه. حالا از آقا عزت که پیر بزرگ ماست. قیمتش میپرسیم. هر چیشون گفت ما میگیم چشم. قبوله؟ قبوله. ای بله. آقا بفرمایید. جناب عزت چون جوونی 7 تومن. زنگ موبایلو. چند؟ 7 تومن دیگه. آی کجایی نیر؟ کجایی که ببینی آقا عزت کده عشق ما رو میخواد بوز بخره؟ چرا سیام کنی نیر؟ چرا خرم کنی نیر؟ نیر! بابا نیر رو بیا. نیر دل من کبابو کرده بیا نیر. کسی رو مثل من عذاب نمیدی بیا کسی رو مثل من عذاب نمیدی صبر کنین 7 تومن 6 تومن هم نمیارزه. من میتونم با 5 تومن اینو بهترشو بخرم بیارم. آقا لب خز ریختن 4 تومن من 3 تومن نخریدم. دادت گفت 2 تومن گفتم 1 تومن. حالا 500 خوبه. شیشکی سیبیلت بگیر جلو اینه 2 برابر بشه برای خرجی نکن. یه دقیقه میگی من ببینم اونو چیه. هیچی بابا تو هم کشتی بارو مگه نشنیدی چی؟ نبودی نشنیدی دیگه. امروز روزیه که باید به کسی که دوستش داری کادو بدی. نه اون کادو کسی که دوستش داری؟ بسته بده بیا. بیا دست یواش آچمنده وادش نکنید یواشم بازش نکن میگم آچمنده. بابا خیلی خوب میخوام ببینم این چی آخه. بابا داشت بره بابا. بیا چنده؟ بهش میگم با نکن آچمند بده من. 10 جوق نقد میخوام. آقا فروشی نیست من دزدی نکردم که پول دادم. آقا بره گورشو بام کنه بگی بابا. هری مسته بی تربیتی جو منفو شما اروپا نرفته این من برم بالای شب بساط کنم کلی گیرم میاد. بام شو یه دقیقه رضا آقا مستر یه دقیقه واسه یعنی اینو به هر کی بدی عاشقت میشه. خب این کادو رو امروز به هر کی بدی در جا عاشقت میشه دنبالت راه میفته از آب گذشته است. جونو مسته مرگ مسته دور از اون چاخان که نمیگی من چاخان رضا پول داری من اینو میشه این چند آخرش این اولش و آخرش و وسط نداره که ایستگاه اتوبوس که نیست 30 تومن به تو میدم. پول داری این 17 تومن مال من. آقا نمیخوام بفروشم. 18 تومن. آقا من نمیخوام اینو بفروشم. آقا بده حالا که در من مردی و لوتیواری میزنیم منم یه خود اهلشم 25 آخرش. 20 تومن. حالا نمیریم. 20 تومن. 20 تومن. بی بالا پولت. 20 بده بگی.
پول چقدر پول داری بابا؟ من اون 2000 تومن آخرش. نه 2000 تومن خودم دارم. 17 18 تومن پول بده. 17 18 تومن؟ پول نداری؟ پولم کجا بود بابا؟ قرض بهش بدیم بهتون وایسا میده. ببینم وایسا ببینم. بس خودت چی داشتی؟ یه دفعه بگو همه پولا رو نوری بده دیگه. من که حسین زیر رو نمیکشم. خب آقا فری فردا بهش صاف میکنم میدم دیگه. بشین سر جات زرزر نکن آقا جون. معامله تعطیل آقا جون. برو. هری. من پولو جمع میکنم. تو داری یه خودمون بدی؟ تو چی یه خودم به من بده؟ پول داری؟ چرا خودمون پول بده؟ تو یه خودمون پول داری بدی؟ حرفیا. بده دیگه. رامین پول داری؟ یکی دو تومن به من بدی؟ نداری؟ سیا پول بده داداش تو من دیدم جون من بده. پولم کجا؟ برمیگردم بابا عجب آدمی هستی. نوری خود من پول بده. بابا بگیر اینو واسه ما اینو واسش دیگه. 20 تومن به من بده. خیلی خوب. پول نداری؟ خیلی خوب اشکال نداره. پول نداره. آفرین پول نداره ولی وجود دارم. آقا من میخوام سگره شرط بندی کنم. رو دست من کی میاد؟ سگره؟ دانش مگرون بابا سگره؟ مال این حرفا نیستی تو. برو بش سر جا. مرد نمیبینم. منو میزنی باشه دمت گرم. چقدر پول داری؟ پول تو کم می‌کنم. بخاطر پولش نیست، بخاطر که نفله میشی. بهونه نیاردیدم پول داری. با جون خودت بازی نکن. این جماعت واسه خاطر اینکه پولا رو ببرن حاضرن تو تیکه تیکه بشی. دیگه دیر شده فهمیدی یا نه؟ اصلا واسه کوریشم نیست. خودم عاشق شدم میخوام ببینم چند مرده حلاجم. میخوام تا تاش برم ببینم کیم. وجود دارم همیشه منتظر همچین فرصتی بودم. فهمیدی یا نه؟ برو. نمیتونی برو. آقا 20 تو بردش. 50 رو باختش. بیا. سلام. زور دوم میرسه پول رو کالا. 200 تو باخته. هدایت. خرید نکن. زن رو برده. مامانی. رو کن اینو. دوستم. آقایون پولاتون رو می‌کنیم. آمار قطار گرفتم تا 10 دقیقه دیگه میرسه. هستی؟ شما پولتو بده. خوبی 50 روز نترسی پاشا. همه شهرداره بستن. چند پول جمع شد؟ آقا شد 850 تا نبود. نه دست گردو میرن. بیا اینجا بهم هدایت. ببین تمام این پولا فدای سره. اگه نمیتونی جیگرش نداری بزنیم بریم. جیگرش نداره ولی نمیذارم تو ببازی. قانون بازی رو میدونی که. بگو. بابا این داره شهر به ما کنه. 3 گره دست چپ، 3 گره دست راست. 3 گره پای چپ، 3 گره پای راست. پاشا. پاشا. گره رو ببند. چرا پاشا؟ آقا برید تموم. بگم شایبه. آقا بس نمیدی بس دیگه. آقا بس دیگه. ما هستم. داره میاد.
گرا رو سفتر ببن. همینجوریش هم بازنده است. اگه بمیره دیگرشو کی میده آفرین. درده نکن بابا. تقلب مقلب در کار نباشه. تقلب چیه بابا جون؟ بیا ببین. بس اون گرا رو به جان دیگه پسر. هدایت اگر عاقل باشی همین تمامش میکنی. ببینم چیکار کردی. خوبه. بلند شو بینم هدایت. گفتم بلند شو. جمع کنی بینم راست کنا. پاشو هدایت. یالا پاشو هدایت. عمو اکبر برو. نوری اینو واسه چی برداشتی به خاک آقا بگه پانشی با همین اصلا کبودت میکنم. اکبر منو برداری ببری من خراب میشم. من میخوام برنده شم. به خدا میخوام برنده شم. تو همین الانش هم باختی. پاشو. بابا گره اول باز کنم، دومی راحت‌تر باز میشه، سومی خیلی راحت‌تر، بعد در سم خلاص همه رو باز میکنم دیگه. زر نزن. منم 5 سال پیش همین فکر می‌کردم که این بلا سرم اومد. چشمت که به قطار بیفته خوف همه وجودتو میگیره. اینو بعد ببر. مخت کار نمیکنه. دستات می‌لرزه. یه گره‌ام نمیتونی واسه چه برسه به 12 تا گره. پاشو. خیلی خوب یه دمار می‌خوام این کارو بکنم. خودش نگه تمومه هیچ یق نداره. زر نزن بابا. دماغت چی شده؟ فری زده. فری گو خورده. یه خر فاطمه پورا هم رفیق ما نبوده. هدایت آخرین مهلته. خودتو خلاص کن. چه کاری بکنه؟ زود باش! بیکارت کن با قطار لامت کن! خوبه! آتش کن! آتش کن! حالا اونده! بجو ماشالله بجو! قرآن دروغ گفتم! خوبه! آتش کن! آتش کن!
سلام داداش. سلام آبجی. این چیه؟ هیچی، میخواستم بزنمش دور، حیفم اومد. اکرم برای چی نه ازش گرفتی؟ داشت ولکن نبود. چرا نمیری بهش چیزی بگی؟ اینو کی بهت داد؟ داشتم که از زبان میومدم. چی گفت؟ حرفای مسخره. از اونایی که پسر واسه گول زدن دختر رو میگن. هیچ. تو چی گفتی؟ من اصلا باش حرف نزدم. نمیخواستم بگیرم. دیگه انقدر قسم آیه آورد. دیگه چاره‌ای نداشتم ازش گرفتم بره. تو هم خاطرشو میخوای؟ خاطر خواه؟ دوستش داری؟ من دوستش ندارم داداش. اکرم راستشو به من بگو. داداش من میخوام درس بخونم، برم دانشگاه. میخوام زحمتای تو رو جبران کنم. این حرف دلته؟ باور کن داداش. بسته دیگه. بسته. باور کن. باور میکنم. باور میکنم. داداش کجا داری میری؟ نری سراغش. دیگه پا پیچت نمیشه. یعنی نمیذارم که بشه. داداش اکبر. بابا جان میبرم از یک شفاخانه خوب. یا قصه پولش هم نباش، خودم جور کردم. توف تو ذاتت هدایت. چی شده عمو اکبر؟ فکر کردی 4 تا گل باز کردی مرد شدی؟ به خودت نگاه کردی؟ فکر کردی اون شیویدا پشت لبت سبز شده نشونه مردیته؟ زر بزن دیگه. فقط واسه دخترها بلبلی؟ چجوری رو چه جلو آبجی من وایسی اون زرت و پرتا رو کنی؟ میخوامش. زر نزن دهنتو ببند. میخوامش. تو کی هستی که بخوای عاشق آبجی من بشی؟ ها؟ میخوامش. تو یه علاف بیکاری که فقط بلدی صبح تا شب بشینی تو قهوه خونه پا قلیون. همین. نه علافم عمو اکبر. یه ماه بیکارم. این کورپسخونه مال ماست. یه ماه من توش بیکارم. دوباره را بیفته همه چی را بیفته کاسب میشم دیگه. زر نزن. ببر صدا تو. انقدرم به من نگو عمو اکبر. به هر خاک منم. اگه یه بار دیگه فقط یه بار دیگه دور برش بپیچی تیکه بزرگ از گوشته. اینم ببر بده به یکی که حلشه. دیگه هم ریخته نهستو نبینه هدایت. اکبر عاشقشم. نشنیدم. شنیدی؟ خفه میشی یا همینجا خفت کنم؟ دیدی شنیدی؟ خفه شو. خفه شو. من خفه شو. من جونم گذاشتم فهمیدی؟ نزن. اینقدر اسم آبجی منو نیر. چه ساعت عاشق. ای بابا اکبر اینا که چیزی نیست. اگه میخوای از شرم خلاص شی باید منو بکشی. اکبر میخوامش. بیا منو بکش. ولی من بیام خواستگاریش. دهن منو وا نکن. نمیخواستم بهت بگم. دوستت نداره. به خدا ازت بدش میاد. دروغ میگی. خودش بهم گفت الاغ. اون کس دیگه یا دوست داره. برو دنبال زندگیت. برو ببین سنگک تونه چنده. اکبر به روح ننم خودش گفت. دلش دنبال کس دیگه است. خیلی خوب. بیا اینو پس تو بده به عشقت که من این دیدنش من اذیت میکنه. بیا این ما تو باش. بیا من کسی دیگه یا ندارم. همه کسم آبجیمه که باید به یه جایی برسونمش. اما اکبر غلط کرد اکبر. اکبر خدا چرا دل منو شکستن؟ چرا دستای عشقمو به زندگی نبستن؟ دارم میسوزم. چرا رها کردی میون راه؟ میخوام بمیرم
ببخشید اینجا یه تصادفی نیوردن، یه پسر جوان چرا خانم؟ بردنش توی اورژانس. آقای نگهبان اینم همراه تصادف. خانم اینم همراهش بود. خانم اتاق عمل آماده کنی. چشم. هدایت بسم الله. کنار سیب و رازقی نشستت راشقی، من از تبار خستگی بی خبر از دل بستگی عاشقم. ابر شدم صدا شدی، شاه شدم گدا شدی، شعر شدم قلم شدی، عشق شدم تو غم شدی. لیلای من دریای من آسوده در رویای من، این لحظه در هوای تو گم شده در صدای تو. من عاشقم مجنون تو، گم گشته در بارون تو. مجنون لیلی بی خبر